هیچی از هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی بارش نیست. بعد اومده صرفا یه چیزی تولید کرده و گفته نه مشغول آموزش کامنت کن. بعد این ترافیک پیجش رفته بالا 10k لایک خورده. بعد ما میایم همچین چیز خفنی میذاریم کلا 50 نفر لایکش میکنن. خب من چند روز پیش یه ویدیو ریکورد کردم از دیجیکالا دیتا اسکریپ میکردم با پانداز، میومدم اکسلش میکردم، یعنی دیتا که تو دیجیکالا تخفیف داشتن، یعنی از API اینکردیبل آفرزش. امروز دارم همون کارو تو N8 انجام میدم. به جای اینکه اکسلش بکنم دارم ایمیل میزنم به خودم. یعنی شما فکر بکن که یه دونه تریگر داری که مثلا هر 5 ساعت هر 2 ساعت بسته به نیاز خودتون رام میشه، میره دیتا رو از دیجیکالا اسکریپ میکنه، فچ میکنه، پارس میکنه و واسهتون ایمیل میکنه، میگه که همچین محصولی مثلا با n% تخفیف فلان بیسان موجود شد. یه اتوماسیون نسبتا خفنی، حتی میتونید بفروشینش، چرا که نه. خب چجوری کار میکنه؟ من نودایی که استفاده کردم HTTP ریکوست برای اینکه دیتا رو بگیرم، با اسپلیت اوت تقریبا پارسش کردم. از نود لیمیت استفاده کردم برای اینکه یعنی یه دونه ایمیل بزنم، نمیخوام حالا تمام محصولاتی که پر اسکریپ کردم و همش ایمیل بزنم API مو بهتر کنم. ببخشید. و اینم نود جیمیل. انقدر بعد تون حرف بزنم 3 دقیقه بیشتر وقت نریم برای ریلز. خب بگذاریم. این نود HTTP بعد URLش رو میذارید، متدش رو میذارید، بعد کوئری، نمیدونم اگه هدر میخواین بفرستین هدر میذارید، بادی میخواین بفرستید بادی میذارید، مثلا اگه متدتون پست باشه. و همین من اینو یه تست استپ بزنم بیاد اینور ببینیم. امیدوارم دیجیکالا بلاکمون نکرده باشه که نکرده، دمش هم گرم. با اسپلیت اوت اومدم پارسش کردم ببینید چه جوریه. من اون پروداکتایی که تخفیف دارن، یعنی بر اساس اون API تو اون کد پایتونی هم همین کارو کردم. تو پروداکتن، یعنی این یه دونه اری به ما میده که 16 تا آیتمه، یه دراگ اند دراپ میکنی و آیتم ها رو اینجا میگیری. تمام تقریبا کاری که ما خواستیم بکنیم تمومه. و اینم نود لیمیته که اومده گفته خب از اون 16 تا یه دونهشو به من بده. خب چون من نمیخوام API مو بهتر کنم، گفتم نود جیمیل رو اینجا ایمپورت کردم از قبل، دسترسی رو بهش دادم. بچه من دارم تو لوکالاس استفاده میکنم، یعنی هیچ پولی به N8 نمیدم. فکر کنم ماهی $30 پرداخت بکنید. گفتم به ایمیل خودم بفرست، سابجکتش تست باشه. اینم اون چیزایی هستش که میخوام. صرفا اینجا درگ اند دراپ کردم. مثلا ناکن من تایتل الان پاک کردم، دوباره میذارم اینجا تایتل رو واسه من میفرسته. من اینو تست بکنم، ورک فلو رو ایمیلم باز بکنم ببینم چیزی اومده. فکر کنم مثلا بعد یه 10 ثانیه 15 ثانیه طول بکشه چون بره دیتا رو فچ بکنه، پارس بکنه. و منم روی سرور و کلاود نیستم دیگه، روی سیستم خودم. اینم از این URLش، تایتلش، نمیدونم ایمیج URLش و قیمتش. خب شما اینو میبینی، سریع میزنی رو لینک میری میخری. خب بچه‌ها من این تمپلیتش رو گذاشتم تو کانالم. اگه سوالی چیزی داشتید بپرسید، حتما صدام داره یه جوری میشه چرا نمیدونم. تو دایرکت بهتون جواب میدم.